سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، سلامت باشین. اومدیم با خبر داغ بندرعباس. اسکله شهید رجایی، انفجاری داخل واسه نمیدونم نفتیش چیزیش اتفاق انفجار رخ داده و دو انفجار آویز میشه که بیشتر از انسانها را زخمی کرده. الان بیمارستان های بندرعباس بیشترن شلوغن چون که خیلی صدمه دیدن و اینکه من توصیه میکنم بیرون نرین چون که این انفجار که رخ داده حاوی مواد سمیه و اگه کار واجبم داشتین با ماسک خواهشم برین بیرون. الان من براتون ویدیوهاشو میذارم که چه جوری بمباران و اینا شده. خواهشم بیرون نرین و لایک و ساب فراموشتون نشه. خدافظ. الان میکنم شیشه رو وایسا. محمد یه فیلم از او باید بگی که دودبون فلان اینه. وایسا الان میام دم در دقیقا وایسا. شویم رفت جونم آقا بشین بریم. بریم بیرون.